یک، اهمیت دندانها و دهان سالم برای سیستم گوارش. ما باید بدونیم که دستگاه گوارش ما از بخش‌های مختلف تشکیل شده که آغازشون از دهانه. دهان، مری، معده، اثناعشر، روده کوچیک، روده بزرگ. اگر بخشی از این زنجیره کاری مختل بشه یا حتی بیمار بشه، عملاً کل این زنجیره دستگاه گوارش از کار میفته یا نمیتونه درست کار بکنه. شاید اون لحظه ما مشکلات دستگاه گوارش رو در عرض یک روز، 2 روز یا 2 هفته متوجه نشیم، ولی اینها تأثیرات بسیار منفی در میان مدت و دراز مدت روی سلامتی ما میذارن. ما باید دقت داشته باشیم که غذایی رو که وارد دهانمون میکنیم حداقل 8 بار بجویم. اگر دندانهامون سالم باشن، لثمون سالم باشه و کامل باشن. اگر دندانها رو مجبور باشیم بکشیم یا ترمیم کنیم و اون ترمیم یا روکش کنیم و اون روکش درست انجام نشه و اون ارتباطات بین دندانی که با کمک اونها ما میتونیم غذا رو درست بجویم وجود نداشته باشن، پس ما عملاً بخش اول دستگاه گوارشمون رو از کار میندازیم یا مختل میکنیم. اینجا باید گفت که آنزیم ها و مواد بسیار مهمی در بزاق دهان ما وجود دارن که دقیقاً به همین دلیل هم غذا باید درست جویده بشه که این بزاق و محتویاتش درست بتونن آمیزش پیدا کنن، میکس بشن با محتوایی که در دهان ماست و بعد برای بخش بعدی هضم از راه مری وارد معده ما بشن. باز اینجا اهمیت دندانها به رخ کشیده میشه که اگر درست روی هم قرار نگیرن، کامل نباشن یا درست ترمیم نشده باشن، متاسفانه این پروسه آماده سازی غذا برای پروسه شدن در امتداد دستگاه گوارش از بین میره. طبق تحقیقات اخیر ما میدونیم که دستگاه گوارش صرفاً برای هضم غذا نیست، بلکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با تمام بافت‌های بدن ما در ارتباطه، به خصوص در ارتباط با سیستم دفاعی بدن. هضم غذا و دستگاه گوارش خیلی مهم میشه. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، ما نه فقط برای بهره برداری ایدئال از غذایی که میخوریم در دستگاه گوارشمون به دندانها و لثه سالم نیاز داریم، بلکه برای سیستم دفاعی قوی و سالم هم به دهانی سالم نیازمندیم.